رخشش مهر بر قله‌های دنا امیدی رو در دل زنده میکنه و زایش جدیدی رو نوید میده. این زایش نه از خاستگاه اسطوره که از دل واقعیت برمیاد. قصه ما قصه تغییره. قصه قدرت اراده، برخاستن و پیشرفتن و جهان رو ساختن. راه رهایی از چنگال بسیاری ناملایمات در سرزمینی مملو از امکان و مملو از زیبایی. قصه ما قصه کارآفرینی است. کارآفرینی اجتماعی به نظرم اختلاف سر تعریفش زیاده. یعنی ما نمیتونیم قطعا بگیم ما داریم کارآفرینی اجتماعی میکنیم، ولی اگه واقعا یکی از تعریفش رو که مثلا فرض کن مشکلاتی تو اجتماع وجود داره، میشه با کارآفرینی بخشی از این مشکلات رو مرتفع کرد و ما مأموریتمون تقریبا اونجا همین. الزاماً نگاه کارآفرینی در این چارچوب معطوف به درآمدزایی و انتفاع و نفع حاصل از اون فعالیت نیست. ما سود رو میخوایم نه برای خودمون بلکه برای اون مجموعه‌ای که دانش کارآفرینی رو داریم بهش منتقل میکنیم. بیکاری جوانان باعث شده که بسیاری از این افراد از مناطق در واقع روستایی و کم برخوردار برای کسب شغل به شهرها مهاجرت میکنند و معمولا شغل مناسبی پیدا نمیکنند و به خاطر ناامیدی و دلسردی گاهن به شغلهای نامناسب و کاذب دست میزنند که این خب تبعات و مسائل مشکلات خودشو داره. شاید خیری‌ها خیلی راحت‌تره که مثلا ارزاق توزیع کنن و یا پول مثلا توزیع کنن. خب این خوبه، نه اینکه بد باشه، ولی یه سری عوارض هم داره که باعث میشه تو خیلی از مناطقی که ما الان باهاش سر و کار داریم می‌بینیم افراد خیلی هم تن به کار نمیدن و میگن که مثلا اگر گوشتی برای توزیع دارید یا ارزاقی برای توزیع دارید بیاریم، ولی ما مثلا در غیر این صورت استقبال نمی‌کنن از اینکه توی حوزه فعالیت ما بخوان مشارکت داشته باشن. خیرینی که در واقع به این مجموعه کمک خیرخواهانه انجام میده منتظر پاسخ سریع از کمک‌هاشون هستند، اما هدف ما زمان بره و در واقع به نظر من باید یک تغییر نگاه برای خیرین عزیز ایجاد بشه. این به نظر من نگاه کردن به موضوع کارآفرینی مهمتر از نیکوکاری و حتی مشکلات اجتماعی. برای اینکه وقتی کارآفرینی باشه جامعه پویاست، جامعه کار داره، درآمد داره، میتونه زندگی کنه. مدل تست شده ایه که سالهای سال در جاهای مختلف دنیا دارن اجرا میکنن. اگه یه منطقه واقعا کم برخورداره یا محرومه، اصل موضوعش اینه که کارآفرینی اونجا اتفاق نیفتاده. بنابراین اون اهالی اون منطقه ترجیح میدن که یا اون منطقه رو ترک کنن برن به سمت شهرها یا حاشیه شهرها، یا اینکه با کم برخورداریشون ادامه میدن زندگیشون. اون محرومیتشون رو فرزندانشون و نسل‌های بعدی تاثیر میذاره. همه اینا باعث میشه که مشکلاتی که میبینیم توی یه سری از مناطق مثل همین منطقه‌ای که ما انتخاب کردیم، مثلا سرفاریا یا استان اصلا کوهگیری و بویراحمد، به وجود میاد. اما در یک منطقه روستایی چه میشه کرد؟ در قدم اول تصمیم گرفتیم از کسانی حمایت کنیم که انگیزه لازم رو برای کار کردن دارن. و چه کسی فکرش رو میکرد با اهدای یه دستگاه ساده بشه شاهد تحولی اجتماعی در یک منطقه روستایی بود. پختنامو خیلی سخت بود تا بخواستمون بچه نایمشی، شاید بترسیمونی نترسیمونی، دستلمو دردیشه، زونیلمو دردیشه، خیلی سخت بود برامون پختن و قبل از این خمیر چرنایم. ولی الحمدلله بعد از این خیریه و مودا خدا را شکرش نون پختن و چروناین برامو خیلی آسون راحت. هر چسب بخونیم بپزه راحت آرد شیاری کن داخل این دستگاه با ایبر خونش ایپزه راحت. همه زنان روستا میدونن محلی پخت بزنن؟ ها، همه زنان روستا ایده نون محلی ایپزه.
واقعیتش اینه که ما داریم تقریبا مربیگری میکنیم، یعنی کمک میکنیم که اونجا کار ایجاد بشه و نه تنها کار ایجاد بشه، بعد از اینی هم که ایجاد شد کمک میکنیم که پایدار بمونه. یعنی یه وقت هستش که ما در ایجاد یک کاری کمک میکنیم و ولش میکنیم. خیلی از پروژه‌های کشور این شکلیه، یعنی یه کار جهادی انجام میشه، یه منطقه‌ای مثلا فرض کن کمک میکنن و دیگه رها میشه، در صورتی که باید این ادامه داشته باشه. برای اینکه ادامه داشته باشه مهمه، یعنی شما باید همه پارامترهای مختلف اون تجارت یا اون کار یا تولید یا هر خدماتی که داره انجام میشه رو اونو بایستی همه پارامتراشو مد نظر قرار بدی و کمک کنی که این پایدار بمونه. اگه پایدار بمونه اون منطقه از حالت محروم یا کم برخوردار خارج میشه. ما تقریبا هر هفته جلسه داریم رو موضوعات مختلف و پیگیریاش که هم اعضای گروه هم کسایی که پشتیبانی میکنن و مشورت میدن آدمای خبره‌ای تو کار خودشونن، تو تجارت، تو تولید، تو صنعت. این بخش شکلیه در از ساختاره. اما اینی که ایده ها از کجا میاد، اصل موضوع اینه که ما ببینیم اون منطقه استعداد چه چیزی رو داره. در استان بالای 1 میلیون هکتار جنگل بلوط هستش و بلوط، هسته بلوط عمدتاً هسته میوه بلوط استفاده میشه برای تولید آرد و پخت نون که ما سعی کردیم جفت این میوه رو خریداری بکنیم. در طول این 3 سال اخیر بالغ بر 5 میلیارد تومان ما جفت خریدیم از مردم این مناطق و خب یه درآمدزایی مناسبیه برای روستاها و برآورد ما اینه که بالای 5000 نفر از قبل این به اصطلاح فعالیت اشتغال داشتن و کمک درآمد کسب کردن. اینجا در واقع ما تو اکثر روستاها اکثر خانواده ها را در واقع جفت ازشون خریداری کردیم. حالا خانواده‌ای بود مثلا حالا 1 گونی 2 گونی بیشتر کمتر، ولی خب معمولا تونستیم جفت تمام روستاها را توی مناطق جمع کنیم، اونم مستقیم و بدون واسطه، یعنی مستقیم از در واقع کشاورزی خود روستانشین اینجا جفت خریداری می‌کردیم و پولم مستقیم می‌زدیم به حسابشون. در روز پنجشنبه 4 مرداد 1403 به یکی از این خانواده‌ها سر زدیم تا بیشتر با نحوه تولید جفت بلوط آشنا بشیم. ما کشاورزیم آقا. درسته بله. بریم کارگیری کنیم. بله. موقعی که هم اداره داریم رفتن ایران بلی چینی میاریم. بله. همین کار انجامیم. جفت رو چجوری به دست میارید؟ زفت بلی نه چه پاچه کنیم میکنیم و رفته و اوسه میاریم سر تو بلی زفت بلیشو میکنیم، زفتشون زیاد میفروشنیم، بلیشون هم میاریم کلجی کنیم. جفت هایی که در نقاط مختلف استان توسط خیریه بارقه خریداری میشه ابتدا ورود میکنه به بخش قرنطینه کارخونه، در صورتی که تایید بشه میاد در انبار دپو میشه و زمانی که نیاز هست به تولید طبق فرمولی که دارن این جفت توزیع میشه، میره مرحله اول آسیاب میشه، بعد از آسیاب میره مرحله بعدی که به همراه سایر ترکیبات مخلوط میشه در بلندری که در خط تولید وجود داره و بعد از اون مرحله بسته بندی میشه. محصول نهایی که از جفت به دست میاد یک نوع داروی دامپزشکی هست به نام کوکسیفید که در صنایع دامپزشکی برای از بین بردن انگل کوکسیدیوز استفاده میشه. کارگاه تولیدی کیف بلوط در اواخر پاییز 1402 در یکی از روستاهای محروم بخش سرفاریاب از توابع شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویرحمت آغاز به کار کرد. ما با امکانات بسیار محدود شروع به کار کردیم. خب در ابتدا ما نیازمند یک بستر فیزیکی بودیم برای شروع، بنابراین در روستای مشایخ از همون بخش سرفاریاب یک خونه رو اجاره کردیم، در حد متوسط تجهیز کردیم، چرخ خیاطی و بقیه مواد اولیه رو برای تولید کیف و جامدادی مهیا کردیم و در ادامه
از خانم ها دعوت کردیم که به کارگاه مراجعه کنن جهت آموزش. تحت آموزش قرار گرفتن. آموزش از راه دور از طریق آنلاین صورت گرفت و نهایتاً به صورت رسمی کار خودش رو شروع کرد. برای تولید همین کیف ها و جامدادی ها به یک تولیدی کیف در تهران مراجعه کردیم و دستگاه هایی که دارن باهاش کار میکنن رو از نزدیک دیدیم. ازشون مشاوره هایی گرفتیم، اینکه کجا باید پارچه مورد نیاز رو ما تهیه کنیم، اینکه کجا میتونیم یک جنس با کیفیت تر پیدا کنیم در بازار و خیلی کمک کننده بود واقعا. با راه اندازی این کارگاه خیاطی به این مبحثی که میگه خواستن توانستن، واقعا من با کارگاه خیاطی چون میخواستیم و بالاخره هم شد. الان نزدیک به 4 تا نیرو داریم، 4 تا خانم توانمند که شکر خدا به درآمد رسیدن و انشالله گسترش هم میدیم. هدف از اجرای این طرح و طرح‌های مشابه مشخصاً ایجاد اشتغال در مناطق کم برخوردار هست. اما خب این در رأس قرار میگیره و اهداف دیگری هم در دل این هدف بزرگ نهفته هست. یکی از مهمترین اهدافی که ما دنبال میکنیم القاء حس توانمند بودن به جامعه هدفمون. اینکه شما توانا هستید، شما می توانید تغییر کنید و می توانید تغییر ایجاد کنید، می توانید به واسطه تأثیرپذیری تأثیرگذار باشید در آینده. من فکر می‌کنم اولین و مهمترین چالشی که هر مجموعه یا افرادی که میخوان به یک جامعه محلی ورود پیدا کنن، مقاومت اون جامعه محلی به پذیرش افراد یا مجموعه‌ای هستش که به لحاظ فکری فرهنگی از بدنی اون جامعه نیست و این خیلی چالش بزرگیه که ما هم باهاش در واقع مواجه شدیم و در ادامه یک تسهیلگر رو پیدا کردیم برای پیشبرد اهدافمون که بسیار مؤثر بود. افرادی که اینجا کار میکنن هم از لحاظ روحی هم از لحاظ مادی تأمین میشن و زندگی اونها دگرگون میشه. بنابراین رشد کارگاه برابر با رشد منطقه و رشد ما چیزی به جزی نمیخوایم. آیتم هایی رو هر ماه و هر چند تایم وقت یه بار یاد میگیرن، مثلا تولید جامدادی، تولید کیف های پول چرم، تولید کیف های پول چرم مصنوعی و کوله پشتی. خب آیتم های این شکلی رو یاد میگیرن، تنظیم خواب و زندگیشون درست میشه و به واسطه اون پولی که اینجا در میارن از لحاظ روحی روانی خب خیلی حال بهتری دارن و اینکه سازنده هستن و مفیدن. وقتی برمیگردن خونه خستن و میدونن که مفید بودن، یه روز مفید داشتن، خب قطعا خیلی تاثیرگذاره. این کارگاه باعث شده که ما یه چیزی یاد بگیریم، یه چیزی خلق کنیم، حالا از زندگی روزمرگی ما از روزمرگی در بیایم و این چه بله درآمدم داره، حالا یه کمک خرجیه برام. نمیدونستیم مثلا اینا چجوری تولید میشه، فقط میرفتیم میخریدیم، ولی الان خودمون تولید میکنیم. فعالتر، همین که فعالتریم، همین که پیش دوستامونیم، ما کارمون رو انجام میدیم، هم به چمون میرسیم، هم به خونمون میرسیم، هم اینجا کار میکنیم. دوست دارین این کارتون ادامه داشته باشه؟ بله 100%. کارگاه‌ولی چه تأثیری توی زندگیتون داره، زندگی شخصی؟ خیلی تاثیرگذار بوده. من توی اون تایم هم از لحاظ روحی تحت درمان بودم و هم از لحاظ مادی تحت فشار بودم. الان خب خیلی قاعدتا تاثیرگذار بوده، هم از لحاظ تایم کاری و همین که خب توی اون تایم به واسطه شرایطی که داشتم میشه گفت یه شخص منفعل بودم و الان یه شخص سازندم که علاوه بر اینکه حال خودم خوبه، حال بقیه هم خوب کردم. من فکر میکنم مهمترین تأثیری که داشته باور واقعیت من تواناست. الان دیگه خانم ها نمیخوان در یه گوشه از خونه بشینن، دوست دارن بیان مشارکت کنن. من احساس میکنم که متوجه شدن که با این کاره زندگیشون پویاتر شده، حالشون بهتره. فکر میکنم یه جوری میخوان از اون انفعالی که در گذشته داشتن، از اون رکودی که در گذشته داشتن خارج شن.
محصولش رو سعی می‌کنیم عمدتاً به خیریه‌های که نیازمند این محصولات هستن ارائه بدیم، من جمله بنیاد کودک و عطرت فاطمی که اینا توی بسته‌های حمایتی که در آغاز سال تحصیلی توزیع میکنن الان جامدادیاشون رو به همین کارگاهی که تو سرفاریاب هست سفارش دادن. درآمد حاصل از فروش محصولات کارگاه بلوط و کارگاه‌های مشابهی که خیریه بارقه حامی اونها میشه مستقیما به خود افراد شاغل در اونجا برمیگرده و صرف پرداخت دستمزد کارکنان، خرید مواد اولیه و سایر هزینه‌های کارگاه میشه و اگه چیزی باقی بمونه این مبلغ صرف گسترش کارگاه یا کمک به توسعه منطقه میشه. مهمترین بحث انتقال آموزش ها هست. ما یعنی انتظاری که داریم تو بحث مالی مشخصا من بهش اشاره میکنم در رابطه با اینکه چگونه بتونن هزینه های خودشون رو مدیریت کنن، درآمدها رو شناسایی کنن. در واقع در نظر داریم که اون کارگاه برای پرسنل خودش که از افراد همون منطقه هستن یک درآمدی داشته باشه که چگونه قیمت گذاری روی محصولات باشه به اون درآمد مشخص بخوام برسن. تمام اینا چیزهایی هستش که ما انجام میدیم. در کنار این عمل اون آموزش هم داده میشه و گفته میشه که در دفعات بعدی خودشون با تغییر قیمت ها که ممکنه هزینه ها بالا بره، ممکنه دستمزدها تغییر پیدا کنه، خودشون در مراحل بعدی بتونن این کار رو انجام بدن. به صورت هفتگی تمام اینا رو ما رصد میکنیم که مطمئن بشیم که داره مسیر درست میره. قاعدتا از یه جایی که مسیر درست میره دیگه نیازی به حضور ما نیست. خود سیستم بهتر از ما میتونه مدیریتش بکنه و اتفاقا پایدارم میمونه. من فکر میکنم یکی از فاکتورهای مهم در استمرار یک کسب و کار و پایدار شدن اون نظمه. اگر با همین چارچوبی که براش تعریف شده ادامه پیدا کنه، چون در نهایت قراره که این کارگاه مستقل بشه و توسط افراد محلی اداره بشه و ما کاملا خارج شیم از سیستم. اگر که با همین روال پیش بره من فکر میکنم که قطعاً افزایش تولید خواهد داشت، تعداد افراد بیشتری در اونجا مشغول به کار خواهند شد، تنوع بیشتری محصولات خواهند داشت و حتما محصول با کیفیت تری ارائه خواهد شد. بخش بزرگی از جمعیت روستایی کهگیلویه و بوی رحمت ریشه عشایری دارند و از این رو به پرورش دام و طیور مسلط هستند. بنابراین به این فکر افتادیم که با اهدای مرغ تخمگذار به خانواده‌های کم برخوردار روستایی اونها را به تولید تخم مرغ و تکثیر مرغ تشویق کنیم تا از این راه به درآمد برسن. یکی از طرح‌های موفق دیگه‌مون توزیع مرغ تخمگذار بوده که این هم به پیشنهاد خانم مهدوی که کارگزار ما هستن تو خود منطقه سرفاریاب به این کار پرداختیم. ببین در خصوص مرغ تخمگذار هر کار اشتغالزایی نیاز به یه جایگاه و مکان داره، ولی مرغ تخمگذار چون مردم روستا نیاز به آموزش ندارن و نیاز به مکان هم ندارن، یعنی که بخوایم بریم یه رهنی بدیم اجاره خونه و اینا، هر کسی تو خونه‌اش یه گوشه از حیاتش راحت میتونه با پرورش 4-5 حداقل حالا 5 تا الی 10 تا مرغ به درآمد برسه. با فروش تخم مرغش، با فروش همون مرغش میتونه هزینه و درآمد داشته باشه. دیگه نیازی نیست مثلا منتظر مددکار یا گروهای جهادی داشته باشن برای کمک کردن بسته غذایی. خودشون راحت به درآمد میرسن. تعداد فکر کنم بین 20 تا 25 خانوار رو مستقیم در واقع از طرف خیریه براشون مرغ گرفتیم، مرغ بومی و تحویلشون دادیم که الان دارن برای خودشون حتی چند بارم اومدن سرچشی کردن، دارن برای خودشون درآمدزایی میکنن و این از نظر خودم یه بازخورد خوبی داشت برای خانواده ها که هم در واقع از مرغ استفاده میکنن، هم تخم مرغش خود خانواده‌اش از استفاده میکنن، میتونن بفروشن و از این طریق درآمدزایی بشه برای خانواده هاشون. اینم واقعا من دوست دارم که بازم ادامه پیدا کنه، چون این یه نوع شغل هست، درست شغل کوچیکی هم هست ولی خب همین شغل کوچیک خیلی کمک میکنه به خانواده های ایتام و بی‌بضاعت در این مناطق محروم. عصر خانم چی دسته؟ پول بستنی رو دادی؟ چی دادی بابت بستنی؟ چی آوردی که من بهت بستنی دادم؟
تو ما بسی؟ آفرین. ما با توجه به عقبه تجربه خودمون تو حوزه گیاهاندارویی سعی کردیم کشت گیاهاندارویی رو به اصطلاح ترویج بدیم. کوهگیلویه و بوی رحمت سرزمینی مستعد برای کشت گیاهان داروییه. اما بسیاری از کشاورزان به علت عدم آشنایی با نحوه کاشت و بازار فروش محصولات به این کار روی نمیارن و ترجیح میدن گیاهان ساده‌تر و کمسودتر رو کشت کنن. مشکلی که توی منطقه وجود داره بازار هدف هستش. یعنی کشاورزان میان گیاهان دارویی رو تولید میکنن و بازاری ندارن که این گیاهان رو بفروشن و در واقع خیلی بارقه با توجه به ارتباطاتی که با شرکت‌های تولید کننده گیاهان دارویی داره کشاورزان رو به این شرکت‌ها معرفی میکنه و بهشون گیاهانی پیشنهاد میشه و باشون قرارداد خرید تضمینی منعقد میشه، بهشون بعض به صورت امانی داده میشه و آموزش‌های کشت به صورت تلفنی و به صورت بازدیدهای دوره‌ای داده میشه و در نهایت محصولشون خریداری میشه. سال اول واقعا مشکلات عدیده‌ای داشتیم. یعنی بخش فروشمون به سختی بی میچی به شخصه خود بنده، شهر به شهر، استان به استان، عطاری به عطاری، بقیه استان گشتم. وقتی کشاورز بدونه تو بخش کاشتش، زمان برداشتش خیالش راحت بود از فروش محصولش، مطمئنن نیروش و انرژیش دو برابری بوده. و من هم یه زبونم مثل زبونل بخش لنده و دوست دارم زبونل هر کی زمینی داره یه تیکه او هم مشرسی که خوشبختانه رودخونه مارون سرمایه عظیمی هستی بخش لنده، افرادی که دارن شهرل دیه کارگری کنن ایتان سر زمینل خوشو کار کنن. خدا را شکر کنیم که تونستیم هم تو این کار وارد بودیم، هم یه درآمدزایی سیخمو بود، یه شغلی ایجاد کنیم سیخمو به طور مستقیم و چند نفر دیگه به طور غیر مستقیم. صبح ساعت 7 قدیم میایم سر کار تا ساعت 11 لیمو پاچه کنیم. الحمدلله کار خوبیه، خیلی هم خوبه، هم سیما درآمدی هم سیروبته. خیلی هم ممنون شیم که درآمدزایی نام روستا. گیاهانی مثل بابونه، همیشه بهار، آویشن، بادرنج بویه، رزماری و کدو طبی توی مناطق مختلف استان کشت شده، مثل لنده، دیشموک، راک، سرفاریاب، لوداب و مناطق دیگه. چالش‌هایی که ما توی این استان داشتیم مسیرهای صعب العبور بوده که امکان بازدید نداشتیم از مزارع و امکان ارتباط مستمر با کشاورزان نداشتیم، چون گاهی تلفن‌هاشون آنتن نمیداده، یعنی امکان دسترسی به کشاورز وجود نداشته توی این مناطق و باعث شده که مزارعشون از دست بره. رسیدن به اهداف بزرگ و سخت گام‌های استوار و محکم میخواد. یعنی نباید دست بکشیم از تلاش و محکم استوار قدم برداریم. برای مردم این منطقه چه آرزویی دارید؟ خیلی سوال سختیه. آرزوی شکوفایی. بهترین دورنمایی که میبینم اینه که یه روزی بشنوم که مثلا سرفاریاب به اتکای یک یا چند قلم محصول کاملا در جامعه شناخته شده، حالا چه تو داخل و چه تو خارج، و به خاطر اون چرخه فعالیتی که ایجاد میشه انشالله محرومیت و فقر از اون منطقه بره بیرون.